کدام یک ژورنالیستی به شما سوال بدهد که آیا شما باور دارید که زمین و آسمان و ستاره ها را خداوند آفریده است؟ شما به این سوال جواب نمیدید، نه؟ قرآن انسیکلوپدیا نیست که ما از وی معلومات های علمی را جستجو. چیزی دیگر از استرونومیا، از نجوم مرا بسیار حیران میکنه و جانب خود میکشد. این خب بودن همین معنی ها، بودن همین دلیل ها در قرآن است. واقعا هم شما به این چیز توجه میکنید؟ چیزهایی که در قرآن آمده است بسیار چیزهای پریمیتیو و ساده است. اصل 7 پیامبر اسلام حضرت محمد سوال می‌دهند که چرا گرفت آفتاب به عمل می‌آید؟ جوابی از نگاه علمی درست داده نمی‌ده. جوابی از نگاه علمی درست داده نمی‌ده. ولی جنبه جهانبینی قرآن کمتر است نسبت به جنبه اخلاقی و اداره زندگی. و مقصد علم یا اینکه امکانیت‌های علم هنوز جواب داده نمی‌تواند که مثلا خدا هست یا نیست. برای همین هم در دایره علم هستی خدا را جستجو کردن هم این یک چیزی درست نیست. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم اما یک کسرت کثافت در دین از شام تماشا کم کاش تماشاش نمیکنم حضرت. دین نگو که خواه ندیدم. چی را تماشا کنی که نفهمیدم؟ یک بچه تماشا کنم، یک ژورنالیست دیگه سوالش میتن نعوذبالله توبه کنم خدا پیغمبر او را دروغگو برآورده است. این را تماشا کردی؟ نه ندیدم. که چیم دارم مردک رادیوی وطن در کار میکنه سبحان جلالی ساید همون در برو همونجا دای وجود بدن الله این کار میکنه. باور که را تماشا کنم والله قسم در تاجیکستان بودم اگر یگان بالا را وسر همون میوارد ما یگان کار باید نکنیم. ما رفت تو یه شهروندمون برادر تی شهروندمون عقیده خی چه کاری در تاجیکستان است مگر همه دین همه باور کنه جا قریب روز شید چشم خواه ندید. برادر گرامی در یک مسئله شهروند عادی یک گپ میزنه آزاد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مورم اگر دولت اب گیریم یا آدم بخیزه یک گپ زنه او را باید نبری نکشیش. عقیده و اظهاری نظر کردن اوزه ما یگان کسا برای اظهاری نظر زندانی کردنی نیستیم. ما میخواهیم که یک دولت اکنه که دو دولت تمام اقشار مردم زندگانی کنه. شما برای یک چیزی که یک آدم گپ میزنه یا ژورنالیست نه قهرتون کنه نه یکم پرابلمه. تأسف در اینجا که این ملت مسلمان با وصف که کتاب الله در خانه شد در مسجدش و حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که کتابای زخیم است امرایش است دنبال دموکراسی لعنتی کفری روان است. داد از دموکراسی میزن و رئیس پارلمان و وزیر و رئیس دولت و مسلمان معلم هر کسی که هستی کلمه دموکراسی را دیگه از دهنت بنداز. جواب دندان شکن در مقابل کافر بدید. خبیث توسط این کلمه دموکراسی خود آخر زبان طعن در رسول الله پیش کردن. کلمه نعوذ بالله استهزاء و مسخره را نعوذ بالله به چهره رسول الله پیش میکنه. تو خبر داری که از همین دموکراسی است و داد از همین دموکراسی میزنه. آیا دموکراسی که به احترامی رسول تو را نعوذ بالله روا بدانه تو دموکراسی را قبول داری؟ کلا قطعا قبول نداریم. ما میگم پذیرفتن دموکراسی مرادف کلمه کفر است. امی دموکراسی لعنتی امی اجازه را به عموم مردم میده. ولی شما دیدید دنیای کفر برای مردار شدن چندان خبیث که به رهبر بشریت به مصلح بشریت
به شخصیتی که امروز در جهان اونطور شخصیت پیش کرده نمیتونه، به اون تو شخصیت استهزا کرده و استهزا کننده از او از بین میره. 46 مملکت با تمام کابینه های خود در تظاهرات شریک شدن. شریک شدن نشدن؟ شریک شدن. کدام پیغمبر؟ چه پیغمبر؟ پیغمبری که قرآن میگه رؤوف رحیم است. کدام پیغمبر؟ پیغمبری که میگه من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه و ان ریحها لتوجد من 40. رسول الله چقدر قدر قائل شده به یک کافری که فقط پناه میبره به یک مملکت اسلامی، مسلمان برای از او پناه میده، معاهده میکنه تا وقتی که در معاهده موجود است. رسول الله میگه تعرض نمیتونی برای از. اگر توی را قتل کردی بوی جنت هم در دماغت نمیاد، در حالی که بوی جنت چقدر میره؟ یعنی به مسافت 40 کیلومتر یا 40 سال بویش میره، لیکن بازم بوی جنت در دماغ تو نمیاد. چه قسم شده میتونه که امروز امی کافر لعنتی که امی قسم امن و انتظام رسول الله برش قائل شده، امروز او به اون قائل نیسته، علیش استهزا میکنه. حدیث دیگه هم است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه اما خبردار من ظلم معاهدا، اگر کافر است آمده در حیطه مسلمانان زندگی داره، از تو امن طلب کرده، ویزا گرفته، پیغمبر علیه السلام میفرمه کسی که ظلم سری معاهد کرد او انتقصه یا او را عیب جویی کرد او کلفه فوق طاقته، کار میکرد، امروز مزدوری میکرد، وظیفه اجرا میکرد و تو از توان طاقتش بالاتر او را مکلف ساختی، او اخذ منه شیئا یا از او یک چیزی را گرفتی بغیر طیب نفس، بدون از اینکه نفسی از او برای تو جایز بدانه یا از صمیم قلب برات بده. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ فانا حجیجه یوم القیامه، در روز قیامت مخاصم از او یعنی دفاع کننده حق از او مستم. یک کافر لعنتی توی حدیث گوهرباری رسول الله را بشنو که پیغمبر برای امن شما به امت خود چی توصیه ها دارد. کدام پیغمبر است؟ پیغمبری که یک مجسم از رحمت است، پیغمبری که یک دم شفقت است، زمانی که لشکر میره، زمان زخم است، زمان درد است، زمان رنج است، تکلیف های زیاد دیده، همونطور موقع رسول الله میفرماید توصیه میکرد که لشکر روان میکرد که شما زن نکشید، ریشتفیده نکشید، کسی که در صومعه بوده کنیسه نشسته است با مسلمان ها سروکار جنگ نداره او را نمیکشه، اطفال نمیکشه، امی کافری که کشته ای را مسله نمیتونی. تو کدام پیغمبر استهزا میکنی؟ کدام شخصیت؟ آیا در جهان و مثل پیغمبر واره یک کلمه را از سقراط و لنین، از هتلر و از بیلری دیگه برای ما پیش کو، از کارل مارکس پیش کو برای ما که یک کلمه هم نزده باشه، یک کلمه احترام نزده باشه. در جهان کسی اینطور شخصیتی را پیش کرده نمیتونه که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم واره شخصیت باشه. اما این کفار چون دشمنای دیرینه، این کارا اتفاقی نیست، این کارا مفاجئتا ناگهانی نیست، این به مشوره، این به معامره، به نشستن، به تفکر کردن کلی کفار است. به خاطر از اینکه 1.5 میلیون مسلمان قلبش فجیع بسازه، قلبش دردمند بسازه، این مردم در سوگ محبت پیغمبر خود بشینه. اما ای مسلمان، ما تو چی مسئولیت داریم در مقابل ازی؟ و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، بله ما این را بد نمیدانیم. الله متعال میگه یک چیز ما خیلی بد میدانیم لیکن او بهتر برای ما میباشه، سبب بیداری ما میشه، سبب توجه ما به رسول الله میشه که ما از رسول الله دفاع بکنیم. امروز فیسبوکتان، قلمتان، زبانتان، هر کس هر جا وظیفه داره حدیث پیغمبر را نشر کنید، حدیث پیغمبر را ارسال بکنید، در مورد اخلاق رسول الله حدیثا را نشر بکنید. و افسوس است که امروز مسلمانان قدر و قیمت رسول الله را نمیدانند، محبت ها کم شده، دفاع از این خبیثا میکنه، دوستی با این خبیثا میکنه، دوستی با این یهود و نصارا میکنه، حتی الله اسمشان کنده شده، اعتمادشان سری الله نیست، سری کفار است، سری غرب و شرق است. ای افسوس به تو مسلمان که چه قسم بعد از اینکه رسول تو مورد توهین قرار میگیره، چرا وقتی کشته شد به خاطر چی کشته شد؟ به خاطر کاریکاتور. امروز باز کاریکاتور چرا کشیده میشه؟ اگر یاد بدانن که انشاءالله این را بدانن، این را بفهمن که اسلام نه در خانه خیمش باقی میمانه و نه در خانه پختش، اسلام داخل شده نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث گفته ای بدبخت غرب،
اگر هر قدر تلاش بکنی، اگر هر قدر خونی ای مسلمان از چنگت بریزه. شما دیدید 46 مملکت وزیرا و کلانایشان میره در فرانسه تظاهرات 1 میلیونی را برپا میکنه، هماهنگی را اعلان میکنه، وحدت اعلان میکنه. اما این فلسطینیا، این اطفالی که زیر بمباردمان اسرائیل خبیث کشته میشه، این خونای جویی که روان است، ایران نداره. این خونایی که در فلسطین روان شد، در افغانستان روان شد، در چچن روان شد، در بوسنیه و هرزگوینه روان شد، در کشمیر روان است، در سوریه فی الحال روان است، در عراق روان است. چرا این مردم نمونه وحدت، انزجار، نفرت در مقابل همینطور جنایتکارا اعلان کنه؟ خود جنایتکار است، ولی ما فریب خوردیم. ملت مسلمان هنوزم طمع از امون جنایتکارا داره که امن بیاره، از امون جنایتکارا داره که مملکت ما را بسازه، از امون جنایتکارا این طمع توقع داره که این مملکت را رونق داده. مسلمان بی عقل نشو. الله برات گفته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تا وقتی که دموکراسی لعنتیش نپذیری، تا وقتی که زنیت دم جامعه نبردی، تا وقتی که دیوس نشدی، تا وقتی که عکسای زنت قطعه کفار در اتاق گرفته نشوه، یا از پیشید راضی نیست. به الله قسم اگر شما پولی برات بده، به الله قسم اگر 1 روپه برات بده، اینقدر اضافه نداره. این کشتارها، این جنگا به خاطر عزیز که ملت اسلام سرنگون شود، نامها مانده شود، تروریست و افراطگر و بنیادگر و رقم نامه گذاشته و مسلمانی واقعی و بیدار سرکوب کرده. ای مسلمان، تو خبر شو، تو دنبالی از این نرو عمل بکن، نکن و موسیت نفروش، نگی. والله قسم رفته نیستی. امروز مورد امتحان هستی، میدان امتحان الله آمده که از پیغمبر چقدر دفاع میکنی.